یاد بگیرن مسئولین ما، یاد بگیرن کسانی که در رأس کارن، کسانی که امور مردم در دستشونه. از سلمان یاد بگیریم. ما ایرانی ها اگر از عرب ها پیروی نمی کنیم، از ایرانی خودمون پیروی بکنیم، از این سلمان فارسی زبان پیروی بکنیم. وقتی استاندار مدائن میشه، تمام حقوقش رو صرف فقرا و مستحقین منطقه میکنه. حالا شاید جوانی سوال بکنه خوبی از کجا میاره؟ استاندار سروران عزیز فرماندار نیست، شهردار نیست، استاندار مجموعه چند شهرستان زیر دستشه. برگه های درخت خرما رو میخره، با همینها حصیر درست میکنه، با همینها کلاه درست میکنه. اینها رو در بازار 3 درهم میفروشه، 1 درهم برای خانواده، 1 درهم برای فقرا و 1 درهم رو دوباره میگیره، به قول من شما میره همون مواد اولیه رو میگیره و حصیر و کلاه و زیرانداز درست میکنه. بعضی وقتا دوستان بهش اعتراض کردن که جناب سلمان شما استانداری، در شأن شما نیست. کسر شأن داره برای شما. فرمود من این کار رو میکنم ولو که خلیفه من رو از کار برکنار بکنه. من دوست دارم که از رزق حلال، از پول زحمت کشی خودم ارتزاق بشم. سبحان الله. آی اونایی که بیت المال دستتونه، حق الناس، با اینها بازی نکنید، با حق الناس. از سلمان یاد بگیرید. اینقدر تقوا و ورع در زندگی این بزرگواره که از راه حصیر بافی و از راه اجناسی که با الیاف درخت خرما تهیه میشه زندگی خودش رو میگذرونه. بیجا نبود. روزی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که بهشت مشتاق 3 نفره: سلمان، علی و عمار رضی الله تعالی عنهم. حضرت سلمان و حضرت علی و حضرت عمار، پیامبر خدا فرمود بهشت مشتاق اینهاست. شخصیت های کوچکی نبودند.